در مورد ستایش میتونی بگی نه. بیزا حرف بزنم دیگه. شاید دلم بخواد در مورد ستایش الان حرف بزنم. چرا نمیذاری؟ باز چی میمون دعوت میکنی؟ ها خب بذار میمونو بشینن یه گوشه با تو چای بخورن، تو فقط همینجوری حرف بزن. نه خب میتونم در مورد ستایش حرف بزنم. خب شما چند ساله تو این حرفه ای؟ بگو. 15 سال. دیگه اینو باید جواب بدی دیگه، این کاشیه نیست. 15 سال تو این حرفه ای. خب. من چند وقت الان معروف شدم؟ 6 ماه. واقعا 6 ماهه؟ بله. من تو این 6 ماه این همه بازیگر آوردی؟ عجیبه. خب من 6 ماه الان، یعنی من 14 سال و 6 ماه از شما کمتر دیده شدم. من باید اینو جبران کنم دیگه. خب وایسا نم برو جلو. چته میخوای تو همین 6 ماه 20 سالو تجربه کنی؟ تا جایی که میتونم دیگه بالاخره. خب میشه در مورد ستایش بگم؟ نه. نه بفرمایید. در مورد ستایش انقدر سالها در موردش حرف زدم که الان نمیخوام در موردش الان دیگه نمیخوام در موردش حرف بزنم. دیدی نباید میذاشتم. آره دیگه اینجوریه. مامان منم گفت میری مواظب باشی خانم خطرناکه.